نغمه در حالت مرگ در امریکا و گریه و ناله منگل. اما به خاطر کی؟ نغمه چی مریضی دارد؟ نغمه چرا در امریکا بستری است؟ و دلیل دوری نغمه از هنر موسیقی چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. نغمه هنرمند سرشناس، یکی از چهره‌های نخبه در هنر موسیقی افغانستان، با صدای سریله و حنجره خاصش در میان مردم افغانستان شهرت و محبوبیت هنری دارد. حتی شهرت و محبوبیت هنری نغمه از افغانستان عبور کرده است و در پاکستان هم طرفداران صدایش بیشمار بوده است. نغمه در نوجوانی به سرودن آهنگ با منگل همسر اولش آغاز کرد، اما این دو از هم جدا شدند، ولی نغمه به کارهای هنریش مانند قبل ادامه می‌دهد. نغمه علاقمندان و طرفداران صدایش در سرتاسر جهان بیشمار بوده است و به همین خاطر همیشه کنسرت‌هایی برای دوستداران و طرفداران صدایش در امریکا برگزار می‌کند. اکنون نغمه با دخترانش در امریکا زندگی می‌کند و زندگی خوش و آرامی دارد. نغمه چند می شود تصاویرش در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی در حالت بد در شفاخانه در ویرجینیا بستری است. اما تاکنون معلوم نیست نغمه به چی دلیل در شفاخانه بستری است و به همین خاطر مدت دیری می شود نغمه دیگر به کارهای هنریش ادامه نداده است. ولی منگل بارها در صفحات مجازیش و برنامه‌های تلویزیونیش از خیانت نغمه یاد کرده است و در عشق نغمه تاکنون مجرد بوده است. ما آرزوی شفایاب شدن هرچی عاجل برای این بانوی هنرمند از بارگاه عزت الله یزال تمنا داریم. عزیزان و دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با طرفداران و علاقمندان نغمه به اشتراک بگذارید. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.